سلام به همه عاشقای سینما. امروز هم میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از شاهکارهای دیوید کراننبرگ به اسم اگزیستنس. فیلم که در سال 1999 اکران شد و در سایه فیلم بزرگ میتریکس قرار گرفت و اونجور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. Death to the demoness Allegra Geller. No! Death to Artella Research! Get her out of here. Say what? There might be more of them. Go on! Me take her? We have enemies in our own house. Trust no one. Trust no one. تصور کنید توی بازی هستین که انقدر واقعی به نظر میرسه نمیتونید بفهمید که هنوز توی بازی هستین یا برگشتین به زندگی واقعی خودتون. اگزیستن دقیقاً درباره همین پارادوکس هست. دنیایی که واقعیت و توهم توش به هم گره خورده و شما رو تا انتها گیج و مجذوب نگه میداره. You're telling me this thing will run off my body's energy? That's how they work. See? You're humming along already. The only way I can tell if everything's okay is to play Existenz with somebody friendly. Just like me. Is that kind of transition normal? That kind of smooth interlacing from place to place? It depends on the style of game. You can get jagged, brutal cuts, slow fades. دستگاه توی این بازی چی هن؟ کراننبرگ از موجودات شبه زنده استفاده کرده که هم جذابن هم ترسناک. دستگاه بازی توی این فیلم از مواد ژلاتینی واقعی ساخته شدن تا حس ارگانیک بودن رو به مخاطب القا کنن. این یکی از نوآوری‌های عجیب کراننبرگ بوده. این فیلم قبل از ظهور تکنولوژی واقعیت مجازی و متاورس ساخته شده، ولی سوالهایی که درباره آینده تکنولوژی و واقعیت مطرح میکنه هنوزم به شدت بروزن. I'm feeling a little disconnected from my real life. Kind of losing touch with the texture of it. You know what I mean? I mean, I actually think there's an element of psychosis involved here. Yes! This is a great sign. It means your nervous system is fully engaging with the game architecture. Existence is paused! اگه دنبال فیلمی هستین که شما رو به چالش بکشه تا مدت‌ها بعد دیدنش هم ذهنتون درگیر باشه، اگزیستنس دقیقاً همون چیزی که باید ببینید. دیوید کراننبرگ با این فیلم ثابت میکنه میتونه مرزهای سینما رو جابجا کنه. خلاصه دمتون گرم که تو این ویدیو با من همراه بودین. اگر دوست داشتین لایک کنید ویدیو رو به اشتراک بذارین و اگه هنوز مشترک کانال نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگه زنگوله رو فعال کنید سریعتر از اومدن ویدیوهای جدید اطلاع پیدا